بدخشان رفتم 400 نفر سلاح به دستان مرا محاصره کردند. رئیس سابق ولایت نمیدونست که من سفر دارم. فقط یک نفر میدونست، قاضی دولت قائم بود. دیگر کسی نمیدونست. نه در دوشنبه نه در خور. فقط فقط مردم در همون مرکز ولایت جمع بودن در تالار. من در آمدم. بعد یک ساعت ما را محاصره کردند. تالار در آمدن یرا قاصد گفتم ما شما را اعتراف نمیکنیم رحمت. با چی درخواست دارین گفتن؟ 1 2 3 4 5 همشو جواب دادم. کماندیر اتریاد سرحدی آمده است که اون چه برادرای روس بودن. شما من فرمان گرفتم که شما را اواکواسیون کنم. کجا اواکواسیون؟ من گفتم که من کجا؟ وای مردم خود ماست. من اینجا نمیگریزم. سوال اونا جواب دادم. بعد یک چیزی گفتم. من رحمت پدر و مادر شما داره که شما اینجا 300 نفر شدن. ممکن که 50% همین زیدی سیاست رهبری دولت است نمیخواد چشم دیدن نداره رحمان. یکی 6 از خف است نمیگوید. شما راست گفتید که ما شما را اعتراف نمیگیم. رحمت کلام رحمت حتی عائله اگر 5 فرزند باشد یک نفرش دائما نصیحتی پدر و مادر چی میگم دشوار تربیت میشه. گوش نمیکند. این شما همون فرزندا هستید. وقت در کار شما همش میشن ما با شما همکاری میکنیم. برام رفتن.